الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى إن حلقي 53 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرک دارد به شما بیان کرده خواهد شد. در حلقه گذشته ما از نظر اعتباری شرک چندین اعتبارات را به شما بیان نمودیم. گفتیم شرک از اعتبار نوع و نمودش که این به دو قسم تقسیم می شود: شرک اکبر و شرک در ربوبیت و شرک در الوهیت. شرک از اعتبار خطرش، شرک اکبر و اصغر. شرک از اعتبار آلت، یعنی از جای پیدایش شرک، قولی، عملی و قلبی، یعنی اعتقادی. شرک از نظر انکار، تعطیل و سلب، و از نظر تثبیت، یعنی انکار و اثبات کردن. و شرک از نظر به اعتبار ظاهری و درونی و پنهانی که همه اش به شما معلوم شد. و بعد از این مثال آوردیم از نوع. گفتیم شرک از اعتبار نوع شرک در ربوبیت و شرک در الوهیت است. و شرک در ربوبیت این چنین نمودهای خود را دارد و دو نمودش را بیان کردیم: شرک در ربوبیت شرک تعطیل و مثال ها برای شرک تعطیل آوردیم، و شرک در ربوبیت مثال دومش شرک تمثیل و تشبیه که دو نمودش را آوردیم: تشبیه کردن خالق به مخلوق یا که مخلوق به خالق. و حالا باشد شرک در الوهیت را به شما میفهمونیم که چگونه است، چرا که در حلقه گذشته شرک در ربوبیت به شما بیان گشت. شرک در ربوبیت به دو مثال بیان گشت: شرک تعطیل، انکار، که به 4 مثال به شما بیان کردیم: انکار وجود الله، انکار دین و انکار رسالت و غیر ذلك. و شرک تمثیل و تشبیه که تشبیه کردن خالق به مخلوق یا که مخلوق به خالق بود. اما حالا باشد صورت ها و نمودهای را از شرک در الوهیت به شما ذکر خواهیم کرد. قسم اول که در زیر شرک در الوهیت است، یعنی شرک در الوهیت هم نمودها و قسم های خود را دارد. چندین قسم است. قسم اول این شرک اعتقاد که این را میگند عملی قلب، که این یک چندین صنف است، چندین صنف است، فتها تقسیم می شود. پس شرک اعتقاد یا که شرک قلبی، این شرک در الوهیت است، در ربوبیت نه، الوهیت است. شرک در ربوبیت این شرک تعطیل و شرک اینچنین تمثیل بود. اما شرک در الوهیت شرک اعتقاد است، عمل قلب است، یعنی شرک اعتقاد و عمل قلب، اعتقاد و عمل قلب، که این شرک نیت است. شرک نیت، شرک اراده، شرک قصد، شرک خواهش و هوا و هوس ها، شرک محبت، شرک ترس، خوف، شرک رجا و امید، شرک توکل یا توکل، شرک و انابه، بازگشت و توبه کردن، شرک لجوء، شرک تعظیم، بزرگ شماریدن. یک چیزی را غیر الله اینقدر بزرگ می شمارد که حتی بزرگی الله فراموش میشد. برای من الله سبحانه و تعالی برای انسان ها سوال کرده است و البته این سوال اینکاری است: ما لکم لا ترجون لله وقارا. برای شما چی شد که از الله حق ترسش رو به جا نمیبرید؟ و این چنین شرک الطاعه، شرک در طاعت، شرک در حکم بغیر ما انزل الله، شرک در تشریع، در حلال کردن و حرام کردن، یا قانون ساختن برای بنده های الله، قانون قرآن و سنت رو دور کردن. این همه از شرک، این همه نمودهایی که ما به شما بیان کردیم، این همه صنف‌های هستند، مثال‌های هستند برای شرک اعتقادی و شرک عملی.
عملی قلب، شرک اعتقادی و شرک عملی قلبی. نیت، شرک نیت هست، البته شرک اراده و خواست است. بعضی انسان ها بخواست شرک میکنند، شرک رو انجام نمیدن اما شرک دادن رو میخواهند، قصد میکنند، میخواهند، با محبت مشرک میشوند، با ترس مشرک میشوند، با امید و رجا مشرک میشوند، با توکل، که همه اینها به شما بیان میگردد ان شاء الله. پس این قسم اول بود. قسم دوم شرک، علما میگن تقرب و تنسک بالجوارح. شرک در الوهیت قسم دومش شرک نزدیکی جستن و عملها رو، نسکها رو به جسم انجام دادن، یعنی عملهای شرکی رو به جسم انجام دادن. این نمود دوم یا قسم دوم شرک در الوهیت بود. به مانند قیام، به مانند رکوع و سجده و نماز، اعتکاف، طواف، مس کشیدن، بوسه کردن، تبرک جستن، ذبح کردن، نذر کردن، خالی شدن از لباس رو کشیدن و پرتافتن، موها رو تراشیدن و روزه رو روزه گرفتن، همه اش به غیر الله باشد. این عملها رو به غیر الله انجام دادن، انمین شرک، همه اش عملهای شرکیه که به خاطر نزدیک شدن به الله به واسطه دیگر چیزه، یعنی دیگر چیزی رو بین خود و بین الله واسطه میگیرد، یک نمودش، یا که اصلا واسطه نمیگیرد، راست همون یک چیزی دیگر رو میپرستد، که این چی است؟ شرک در الوهیت است و از قسم دوم است. از قسم دوم شرک در الوهیت شرک نزدیک جستن، تقرب و شرک عملی می باشد. چرا که قسم اول گفتیم شرک اعتقادی و شرک عمل القلب. بارک الله فیکم. خیلی که بودیستا رو میبینید سرهای خود رو میتراشند یا که روزه میدارند، این عمل شرکی است، یعنی به خاطر بت این عمل رو انجام میدید. پس اگر شما گویید که این عبادت هایی که شما ذکر کردید بسیار است، قیام، رکوع، سجود، صلات، اعتکاف، طواف، تقبیل، تبرک و ذبح و نذر و غیر ذلك، به همدیگر چه ربطی دارد؟ همه اش به همدیگرش جامعش همین مقصد از این عبادت ها رو ذکر کردن، همین که این عبادت ها رو وقتی که انسان به غیر الله انجام میدهد، خضوع، تذلل و خشیه و خشوعی که باید به الله انجام بدهد به غیر الله، به مخلوق انجام میدهد، یعنی یک مخلوق را بزرگ میشمارد. مثلا یک بودیست سر خود را به خاطر بتش میتراشد، روزه میگیرد به خاطر بتش، بوسه میکند بتش را، تبرک میجد بتش را، به همون هیکل بت صنمش ذبح میکند و نذر میکند، لباسش را به همون خاطر میکشد. بعضی از بودیستا هست که فقط یک لباسی، یک نمود لباس پوشیدن برای اینها ممکن است، دیگرش جایز نیست. یا که در گرد اطراف هیکل و بت این شرکیاتش اعتکاف میشیند، طواف میکند، به همین قیام میکند. خیلی که بودیستا روبروی هیکل و بت راست می ایستد، کمی قیام میکند، یا که رکوع میکند و سجود میکند و غیر ذلك. همه اش را به خاطر مخلوق و یک چیزی ناچیز انجام میدهد، به همین چیز را بزرگ میشمارد. همین شرک است. و شرک تقرب و شرک جسمی می باشد. و این چنین قسم سوم دارد، یعنی شرک در الوهیت قسم سومش شرک اقوال. علما میگن شرک در سخن، که این به دو نوع تقسیم می شود. قسم اول یا که نمود یکم، دعا کردن غیر الله، طلب کمک کردن، طلب پناه کردن از مخلوق، یعنی از مخلوق، از غیر الله دعا میکنید، از وی یگون چیز رو میطلبید، منفعت میطلبید، نابودشوی بلا رو میطلبید، با از بلاها پناه به همین مخلوق، به هیکل کسی که میبرد و طلب شفاعت از همین مخلوق میکند. البته این شرک اقوال است. شرک در اقوال در زیر شرک در الوهیت است. دومین نمودی این شرک سخن، شرک مدح، شرک شکر، شرک ثنا، شرک حمد، شرک تسبیح و تقدیس و استغفار، پاک کردن و بزرگ شماریدن و طلب مغفرت کردن و غیر ذلك، که این موجود است. یعنی همین عملها رو از غیر الله انجام میدهد، به غیر الله انجام میدهد. البته این شرک است. پس بارک الله فیکم، به همین به من و شما معلوم گشت که نمود شرک از دو جا به وجود می آید.
در توحید ربوبیت و در توحید الوهیت. ما گفتیم هر عملی که هر شرکی که ضد توحید ربوبیت باشد این رو گفتیم میشه شرک در ربوبیت. شرک ربوبیت گفتن غلط است، شرک در ربوبیت. و هر شرکی که ضد الوهیت توحید الوهیت باشد ما این رو میگیم شرک در الوهیت. پس ببینید وقتی که یک انسان یک عمل رو انجام داد، عمل شرکی رو ما میبینیم، عملش اول نوع رو میبینیم که همین شرکی که انجام داد از کدام نوع شرک است، ربوبیت یا الوهیت. وقتی که فهمیدیم که مثلا این شرکش ربوبیت هست، یعنی شرک در ربوبیت هست، میبینیم که از کدام قسم است، از کدام نوع شرک در ربوبیت است. نوع یکم شرک در ربوبیت چی بود؟ شرک تعطیل، شرک انکار بود، انکار دین، بغض دین، یا که انکار وجود الله. یا که نوع دوم تشبیه، یا که تشبیه بود، وقتی که دیدیم که انکار نکرد بلکه تشبیه کرده شد، خالق رو با مخلوق، مخلوق رو با خالق. پس این در ربوبیت. اگر دیدیم که شرکش در الوهیت بود میبینیم که از کدام قسم است، از کدام قسم شرک در الوهیت است. مثلا شرک در قسم اولی شرک در ربوبیت در الوهیت به مانند شرک اعتقاد، شرک عمل، قسم اول. قسم دوم شرک تقرب و نسوک بالجوارح. و شرک سوم که این سه قسم در زیر قسم های، یعنی این سه قسم های شرک در الوهیت است، شرک اقوال. بارک الله فیکم. شرک اقوال، شرک عمل، شرک اعتقاد و شرک جسمی و تقرب که این همه نمودهای شرک در الوهیت است. بعد از اینکه فهمیدید که انسان شرکش در ربوبیت یا الوهیت است، بعد از این میبینید که شرکش پنهانی است یا که آشکار است. بعد از این میبینید که شرکش به زبان است یا که قلب است یا که دل است. بعد از این میبینید که شرکش ظاهر است یا که پنهان است. و بعد از این میبینید که شرکش انکار است یا که شرک اثبات است. بارک الله فیکم. پس این بود بیان و شرح توضیح شرک در الوهیت. پس مسئله جدید را به شما بیان میکنیم، یعنی به مسئله نو وارد میشویم که نام موضوع این است که شرک این ضد توحید است. عموما باید دانید که شرک ضد توحید است، زیرا توحید این مصدری، توحید این ریشه کلمه است، مصدر است. مصدر یعنی ریشه وحد است، یعنی یگانه. وحده یعنی یک چیز را یکتا کردن. علما میگن وحده و هو ان تجعل الشیء واحدا، یعنی یگان چیز را یک دانه کردن، یگانه کردن، این را وحده میگن. پس مقصد از توحید یگانه، پاک، تجرید از همه دیگر چیزها، خلاص یا که اخلاص، یعنی یگانه رو گفته میشد. پس بدانید که توحید این یگانه دانستن الله رب العزت و الجلال است. شرک ضد همین است، به غیر الله چیزی دیگری را پرستش کردن، عبادت را به غیر الله انجام دادن، یا که چیزی دیگری را به الله برابر ساختن در حالتی که غیر از الله به این چیز دیگر کسی قادر نیست، یا که الله را به مخلوق یا که مخلوق را به الله تشبیه کردن. پس توحید معروف است که دو رکن دارد. رکن اولش اثبات است، رکن دومش نفی است. بارک الله فیکم. پس یگان وقت یگان چیز رو مفرد نامیده نمی شود، یگانه نامیده نمی شود، توحید نامیده نمی شود، مگر همون زمانی که این دو رکن به وجود بیاد، اثبات با همراهی نفی. یعنی غیر الله را رد بکنیم و الله خودش را یگانه اثبات بکنیم. در این حالت توحید به وجود آمد. اول نفی و انکار، اول نفی میکنیم، انکار میکنیم، رد میکنیم، یعنی غیر الله دیگر الهان باطل را، و بعد از این اثبات میکنیم الهی یگانه را که الله رب العزت و الجلال است. پس هر دوی این رکن است که الله رب العزت و الجلال در سوره بقره آیت 256 ذکر کرد. گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. هر کسی که کفر بر طاغوت ورزد، یعنی بر طاغوت کافر شد، یعنی نفی بکند، غیر الله را رد بکند و بعد از این ایمان به الله بیارد، یعنی هر کسی که لا اله بگوید، ایمان بیارد، غیر الله را رد بکند و بعد از این الا الله بگوید، ایمان به الله بگوید،
به تحقیق چنگ زده است به عروة الوثقا. عروة الوثقا را ابن عباس و مفسرین اهل سنت و الجماعت و صحابگان میگن که این کلمت التوحید لا اله الا الله به تحقیق به لا اله الا الله چنگ زده است. پس کفر بر طاغوت این معنای لا اله است و ایمان به الله الا الله است. لا اله الحق الا الله. پس هر دوی انمین رکن توحید است که یکمش نفی کردن تمام، یعنی رد کردن، انکار کردن تمام عبادت ها از غیر الله رب العزت و الجلال، یعنی رد انکار کردن و نفی کردن الوهیت از غیر الله سبحانه و تعالی و کفر ورزیدن به همه طاغوت هایی که غیر الله سبحانه و تعالی پرستیده میشد، به همه چیزهایی که پرستیده میشد، از الههای باطل، از معبوداتی که امروز مردم میپرستند و باطل. و رکن دومش معناش اثبات کردن عبادت و اثبات کردن همه آن چیزهایی که خاص الله رب العزت و الجلال، یگانه خاص الله است، یعنی عبادت رو خاص به الله انجام دادن. پس وقتی که ما توحید رو فهمیدیم، رکن توحید رو فهمیدیم، به ما توحید معروف گشت. پس بدانید که شرک انمی ضد توحید است. پس شرک این ضد یگانگی است، ضد توحید است و نابود کننده و رد کننده و انکار کننده آن چیزی که الله به خودش اثبات کرده است همون است. یعنی شرک یعنی رد کردن الله است و اثبات آن چیزی که الله نمیخواد همین رو اثبات کردن شرک میگند. برای همین شرک را در لغت خیلی که بیان کردیم، شرک را از جمع میدونن، از دو تا چیز مینامند، از جمع مینامند، شریک مینامند، آمیخته شدن میخوان، جمع کردن، همراه کردن و شرک را ضد یگانگی، ضد توحید مینامند. و برای همین است که الله رب العزت و الجلال نام خودش را، یکی از نامهایش را گذاشته است واحد الفرد الاحد. الله واحد است، فرد است، احد است. الله ذات است که دویم ذات مثل او وجود ندارد و هیچ شریکی ندارد و یگان ماننده کسی به او ندارد و یگان برابری کفو ان احد، برابری به او ندارد. بارک الله فیکم. پس الله رب العزت و الجلال من شما را امر کرد که از شرک دست کشیم و مؤمن و موحد باشیم و الله رب العزت و الجلال را یگانه بشناسیم و از شرک آوردن در ربوبیتش و در الوهیتش و در اسما و صفات دست بکشیم. بارک الله فیکم. پس کدام چیزها سبب می شود که انسان به شرک واقع می شود یا که در شرک باقی می ماند؟ البته بعضی از چیزها هست که سبب می شود که انسان مشرک شود. به سبب بعضی چیزها انسان مشرک می شود و به سبب بعضی چیزها انسان در شرکش باقی می ماند و از شرک بیرون شده نمی تواند. و عادتا ما به شما نقل میکنیم اولا سبب های عامه اساسی را نقل میکنیم. اولین سبب و سبب به نهایت اساسی و رئیسی که یکی از سبب هایی است که انسان را به شرک واقع می کند و مشرک را در شرکش باقی می ماند، این جهل به حقیقت دین است. جاهل بودن، معلومات نداشتن از دین، از حقیقت دین و جاهل بودن از امرهای الله سبحانه و تعالی، از نهیهای الله سبحانه و تعالی و جاهل بودن در فهم معنای عبادت و توحید و شرک. هر کسی که معنای عبادت را نمیداند، معنای توحید را نمیداند، معنای شرک را نمیداند، امرهای الله کرده و نهیهای الله کرده را نمیداند، این جاهل است و همین جهلش سبب می شود که انسان مشرک باشد. برای که شرک چیست، توحید چیست، عبادت چیست نمیفهمد و عبادت را به شرک آمیخته کرده است و مشرک شده است. شرک را به توحید آمیخته کرده است، توحید را به شرک و غیر ذلک، برای آنکه این انسان شرک و توحید و عبادت را فهمیده نمیتواند. پس اولین سبب اساسی مشرک شدن این جاهلی است. پس بارک الله فیکم. برای همین است که من شما وظیفه دار هستیم که باید بیاموزیم شرک، توحید، عبادت، این چیزها را باید بیاموزیم، امرهای الله را، نهیهای الله را بیاموزیم تا که از شرک دور باشیم و موحد باشیم و نجات یابیم. سبب اساسی دوم این گمانی بد کردن به الله سبحانه و تعالی، سوء الظن بالله عز و جل.
و قدر ندانی کردن الله سبحانه و تعالی، حق قدر الله را قدر ندانی کردن. پس حدیثی صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و میگن که الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی گفت انا عند حسن ظن عبدی بی، من در نزد بنده به حسن گمان خوب بنده ام معامله میکنم. یعنی شما چگونه که به الله گمان کنید همان گونه الله به شما معامله میکند. پس بسیار انسان ها به سبب گمان بدشان سوء الظن مشرک شدند. سومین سبب اساسی که انسان را به شرک وارد میکند و وارد کرده است یا که در شرک باقی میماند، این غلو کردن در حق صالحین. انسان‌های صالحین هستند، وفات کردن، در حق همونها غلو کردن، زنده باشند یا که مرده باشند، هر دویش هم شرک است. در حق تمام مخلوقات، صالحین باشند یا غیر صالحین، غلو کردن، از مرتبه اش بالا بردن، منزلتش را از منزلت مخلوق بیرون کردن، این شرک است. این اولین سبب هایی بود که ما سبب های اساسی را 3 چیز را نقل کردیم و همین 3 اساسی سبب است: جهل، گمان بد کردن به الله و غلو کردن در حق صالح و انبیا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردند: ای صحابگان من، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم و قولوا عبد الله و رسوله. ای صحابگان، شما مرا از حد نگذارانید چگونه که نصارا عیسی را از حد گذرانیدند، احترامش را از حد گذرانیدند و عیسی را اعوذ بالله پسر خدا گفتند، پسر اله گفتند، پسر الله گفتند. اعوذ بالله من ذلك. از سبب غلو کردن عیسی را پسر الله گفتند که این را الله رد میکند. الله یگانه است. قل هو الله احد الله الصمد. الله بی‌نیاز است. لم یلد، الله یگان کسی را تولد نکرد. و لم یولد، الله از کسی تولد نشده است. الله پدر مادر ندارد. الله فرزند ندارد. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ وقت هیچ کسی به الله برابر شده نمیتواند. پس همین قل هو الله 3 قرآن است، سوره بزرگترین است. اگر من و شما سوره اخلاص را خوب درک میکردیم موحد میشدیم. پس نمود دومی سبب هایی که انسان را در شرک باقی میماند یا که به شرک میکند، این سبب های فرعی خاص هست که این سبب ها بینهایت گوناگون است و در زیر همین 3 سبب اساسی داخل می شود. و البته ما ان شاء الله حلقه های خاص در مسئله بیان شرک ان شاء الله بعد از شرح لا اله الا الله به شما بیان میکنیم و در اونجا همه این مسائل جزءاً و هر یک دانه به دانه تفصیل با تفصیل شرح و ایضاح داده میشد. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله تعالی در حلقه آینده یک کمی موقف صوفی قبوری، صوفی های قبوری و مرجئه ها را از شرک بیان میکنیم که مرجئه ها و صوفی های قبوری در مسئله شرک چه عقیده دارند و بعد از این شرک نیت و اراده و قصد و ابتغاء را شرح میدهیم و با همین ان شاء الله حلقه در مسئله شرک به پایان میرسد. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسأل الله سبحانه و تعالی ان يوفقنا بالإخلاص.